سلام آرزوام، خوش اومد به گول استودیو. تو این اپیزود رفتیم سراغ چالش بامزه. ما معمولا برای اینکه ایدامون رو پیدا کنیم، بهتر کنیم، توی سایت‌های مختلف می‌بینیم آرتیست‌های دیگه چیکار کردن. توی پینترست به دو تا ویدیو برخوردیم که خیلی بامزه بود. ویدیو محصول راجع به لیموناد بود و با قوطی لیموناد و لیموها و اینا کار بامزه‌ای کرده بود. البته توی فضای 3D و با نرم افزارهای سه‌بعدی این کارو کرده بود. ما گفتیم که باحال میشه اگر همون تکنیک رو توی استودیو و توی فضای رئال اجرا کنیم. خب ما برای اجرای این ویدیو نیاز داشتیم یه قوطی نوشابه تهیه کنیم برای اینکه یه خورده وزنش سبک‌تر بشه و راحت‌تر بتونیم ازش استفاده کنیم. ته نوشابه رو سوراخ زدیم و محتویاتش رو خالی کردیم به این علته که هم ظاهرش به هم نریزه، هم بتونیم روی اون سینه گرم سوارش کنیم تا راحت‌تر پلانمون رو ضبط کنیم. بخورم چجور؟ برای یکم ممکنه مزه پیچ بده. یکم مزه دست منم میده. دستت اب نداره. مدین فکر کنید من اون نوشابه رو خودش نخوردم اونا. برای چرخش قوطی‌ها واسه هر دو تا ویدیو، چون قوطی‌ها هم به دور خودشون میچرخن هم پرسپکتیو دارن، ما از پایه دوربین و سینه گردون استفاده کردیم. پایه دوربین برای ایجاد اون پرسپکتیو و ایجاد اون تیلت است و سینه گردون هم برای چرخیدن قوطی‌ها به دور خودشونه. نکته که ما بهش برخوردیم اینه که چون حرکت چرخشی سینه گردون به صورت برقی و یک نواخته، اون تغییر پرسپکتیوی که ما به صورت دستی قرار بود به قوطی‌ها بدیم باید هماهنگ میشد با حرکت چرخشی سینه گردون. این بشه علت، به این علتی که چون قرار توی نرم افزار با تایم ریمپمون بازی بشه و سرعت‌ها کم و زیاد بشه، این تفاوت سرعت توی ذوق نزن و با اسپری آب هم روی قوطی چند تا پاف زدیم تا اون حالت حس و حال خنکی و اینا رو هم منتقل کرده بشه. برای نورپردازی قوطی هم چون به شدت رفله داره قوطی و بازتابای زیادی توش میفته، ما از دیفیوزر استفاده کردیم تا منبع نورمون رو خورده بزرگتر کنیم تا یه نور نرم و یک نواخت داشته باشیم و همینطور نوری که به قوطی میخوره از اکسپوز خارج نشه. برای ورژن اول که قوطی به دور خودش میچرخه و لیموها به این ور اون ور پرتو میشن و اینا، ما نیاز داشتیم به چند تا قاش مختلف از لیمو. ما لیموها رو به صورت‌های مختلف بریدیم و با سیخ چوبی اونا رو مهار کردیم و چسبوندیم روی سینه گردون، گذاشتیم یکی دو دور بچرخه تا از هر تیکه 360 درجه‌اش رو داشته باشیم. بعد از ضبط تیک‌های لیمو قوطی نوشابه وارد مرحله پست پروداکت میشیم. لایه‌های تیکه لیموهای دوربری شده رو وارد کامپ اصلی کردیم. مود اونها رو روی حالت 3D گذاشتیم تا روتیشن تو محور Z رو هم داشته باشیم. در نمای تاپ ویو چند تا دایره نسبت به مرکز که قرار اون مرکز قوطی نوشابه اون باشه قرار دادیم و لیموها رو روی اون شعاع اون دایره ها چیدیم. بعدش نال آبجکت ایجاد کردیم و اون رو هم مودش رو روی حالت 3D قرار دادیم و همه لیموها رو پرنت نال کردیم. حالا وقتی نال رو میچرخونیم، لیموها هم به دور این نال میچرخه. ایرادی که اینجا به وجود میاد اینه که چون لیموها بعدی ندارن و 3D شون به صورت فیکه، وقتی توی محور زد میچرخن همه چی به هم میریزه و پرسپکتیوشون معلوم میشه. برای حل این مشکل در قسمت ترانسفورم اوتو اورینتیشن رو انتخاب میکنیم و این گزینه رو فعال میکنیم. با فعال کردن این گزینه لایه‌ها جوری روتیت میشن که تمام رخشون همیشه به سمت نمای دوربینه. با همین تکنیک لیمو رو داپلیکیت گرفتیم، جای مختلف چیدیم تا یه حالت کره‌ای شکل ایجاد کنه. قوطی هم در وسط قرار گرفت و خروجی شد چیزی که قرار بود. خب بریم سراغ ویدیوی دوم. توی ویدیو دوم هم قوطی نوشابه‌مون همون جوری میچرخه، همون جوری پرسپکتیوش عوض میشه که توی ویدیوی اول شکل گرفت، با این تفاوت که لیموها تو این ویدیو قاچای حلقه‌ای خوردن و روتیتشون هم به دور خودشونه هم پرسپکتیوشون عوض میشه که دقیقاً با همون تکنیک قوطی نوشابه اون رو هم ضبط کردیم و بعد وارد پست پروداکت شد. دوربری‌های این قوطی‌ها انجام شد، دوربری لیموها انجام شد، لیموها رو هم چیده شد و خروجی شد چیزی که الان می‌بینید. حالا شما بگید کدوم ویدیو رو دوست داشتید، کدوم ویدیو باحال‌تر شده، توی کامنت ها حتما با من در میون بذارید. اگر سوالی، نکته‌ای، پیشنهادی هم دارید حتما به من بگید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید و تا قسمت بعد خلاق باشید. باز بگی که اینا بیفته، اینا رو
پاچیت سر و صورت ما.